سلام عزیزای دلم، حال دلتون خوبه؟ خدا رو شکر. امروز میخوام یه بوگیر طبیعی بهتون آموزش بدم که زمانی که در کمد لباس، جا کفشی اینطور چیزا رو باز میکنی دقیق بوی کمد مامان بزرگا رو بده که یادآوری خاطرات خوش دوران کودکیمون باشه. چیکار میکنیم؟ یه دونه صابون برمی‌داریم رنده میکنیم. بعد رنده هم اینجوری نه، فقط از اینجوری به این حالت، از بالا به پایین. وقتی که صابون رنده شد، از این کیسه ها هم تو خرازی ها هست، هم من خودم صبح نشستم تهیه کردم. داخل اینو پر میکنیم. زمانی که داخلش رو پر کردیم، این به این حالت کیپش میکنیم. به همین راحتی ببینید چه خوشگلم در اومد تو کمد لباساتون، تو کمد رخت خواباتون، توی جا کفشی، توی کمد کیف و لباستون، حالا هر کجا که تونستین آویزون کنین. زمانی که در کمد باز میکنی همیشه یه بوی عطر خوبی میده. تو رو خدا از این خوشبو کننده های شیمیایی نگیرین.